السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى برادران عزيز، الله برکت بده انسانی آوردگی رو و انسانی میخوردگی رو و که برادر کرمه و اگه الله فرزندش شفای کامل و عاجل عطا بده. فرزندش بیمار بود، یعنی صوت دیگه الحمدلله شفا در دست الله. بعد بعضی سبب میشه، یعنی زمان پیش و یاد دارم که اما وقتی کسل میشید خدا شفاش، وقتی که اونجا میرفتیم چی میکردیم؟ با همراه یگان چی میگرفتیم؟ میبردیم برای بگیم اما آدم میخوندگی را. زمانی پیش خیلی میبردن گوسپند میبردن، گاو میبردن. حاضی خیلی نیستم، میان کارشون رو بود میکنیم، با تعنت میکنیم، خزن میرون. یکی برادر ماشاءالله خدا عمر دراز بده، یه چی که هست خدمت کرده، یه اوجهش خوردیم، یک ترمز یه ورگه اصلا که همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه دو مرداکم بالصدقه، شما بیماری رو معالجه کنین، توبت کنین با صدقه. کم که کاری خیرم کنین ان شاء الله که تیزتر همون بیمارتون شفا میاد. اینجا سموسا، یک سموسا رو نکنم، سموسا بینیم خوب ماشاءالله خوشم کردگن یا که چیه یا که اینجا گفتگن. عموما خلاصی هم که همت کردگن، همت شون نشان دادگن. من بار چی نشان دادم که یگانجا که رفتن دست خالی نریم. اینا ما الحمدلله محتاج یگان چیز نیستیم. پروردگار هیچ خصوصا اهل علم را، پروردگار را، اهل علم را محتاج یگان چیز مکه و همچون مردم مسلمان محتاج یگان نامرد نکه. این ده تربوز واگه راستیش ما فقط در بیرون میخریم. قچه واگه با اینجا یک آش دیگه آورده. سبحان اگر با وقتر میگو ما این کافی نمیخوردیم. بینی هر آش با مزه بیشون میکنم. کمی سرک شوی که ای ماشاءالله این گوشت بی خیلی میبریم خونه برادرها. یک جو تکلیف مکردیم دست خالی نمیریم، دقیقتمون میبریم. مخوام چون در اینجا نمیدونم چیزی آورده. مثلا دعا کنیم که فرزند خدا شفای کامل آورده. ماشاءالله یه چیزی نباری زیاد آورده. ماشاءالله الله در کسب کارشون برکت عطا کنه از تمام بلاها و بدیها و آفتهای زمین و آسمانی یغماشون باشه. خیلی گفتن نمونه دارو در اینجا خلاص کنم. داروها رو دستفکن میکنم به تمام شهرهای روسیه را با واسطه پشته رقم ها روی اکران میتونید که مراجعت کنید. داروی فربشت، خروشار، دوخیا بگیم چند نوع شسته. فقط یه زنگ تلفن ان شاء الله برادرها در خدمت. باقی مدت در امان الله. السلام علیکم.